امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ایام تعطیلی که هستیم تو مسافرت، اولا آرزوی سلامتی براتون میکنم. امیدوارم که تو این مسافرت بدون خطر به آغوش خانوادتون برگردیم. امیدوارم که سفر خوبی داشته باشیم. دوستان عزیز، مطلبی رو که میخواستم امروز بهتون عرض بکنم، تو بین سفرتون حتما شاید براتون پیش بیاد که خرید بکنین عسل یا ژل رویال یا گرده گل. حتما مطمئن باشین که از جاهای خیلی معتبر خریداری بکنید. بارها اینو به شما من گفتم، گول برگه های آزمایش رو نخورید. کیفیت در واقع بسته‌بندی عسل زیاد ملاک نیستش، کیفیت خیلی مهم.